بچه خوش اومدین به این ویدیو. این ویدیویی که میخوایم 10 تا از بهترین گانهای کال آف دیوتی موبایل رو بهتون نشون بدیم و هر کدومشون گیم پلی رو با هم دیگه بررسی میکنیم. اگه خوشتون اومد تو اکانتتون بذارید و ممنون میشم. ویدیو لایک، کامنت، سابسکرایب و زنگوله پایین رو حتما فالو کنی، حتما انجام بدیم و بچه با من باشید. خبرهای مهمی دارم و خبرهای مهمی دارم تو بازی بهتون میگم و یه جایزه فوق‌العاده هم دارم. فقط تا آخر ویدیو با من باشید که هیچ کدومشو از دست ندید. خب من لژندامتیکشو ندادم، همش عادی آوردم به جز یه دونه AK47. خب بریم. اولین گانمون آرنو 0 هستش. گان فوق‌العاده‌ای هست و من به اچیومنت دل خودم انداختم. یه شاتگان فوق‌العاده‌ای هست. بچه گان بعدیمون گان بعدیمون گان من اووار هستش که میبینید، گان قوی. گان بعدی PDY57، یه گان عالی و همه رو وانشون میبینید. گانی که خودم عاشقشم گان دینگو هستش، یه گان فوق‌العاده، انگار لجند قیافش رو برید. فقط یه گان عالی. گان بعدی گان قدیمی کالاف AK47، اینجا میبینید AK47 زیبا. اون گان بعدی گان EM2 هستش، یه گان عالی. حالا من آوردم ناکاتاشو. گان بعدی گان کریگ 6 هستش. وای به دست این کریگ 6، وای. گان بعدی ASM10 هستش، یه گانه که از اول کالا بوده. گان بعدی QK9 که میدونید دیگه. گان بعدی AK47 که این از یکی از گان قدیمی کال آف دیوتی موبایل هستش. و گان آخر یعنی اسنایپمون، من زیلاتو DL نیاوردم، LM3 توردو آوردم. DL Q33 خوبه، لوکاس عالیه. بعد اینجا من عاشق اینم، ببخشید این کوهکا اسنایپر کوهکا. اما من همیشه عاشق تندرا بودم، یعنی این گان. حالا دیگه کاراکتر رو اینا خودتون بچینید. حالا دیگه این از 10 تا گانش. بچه خبرهایی که دارم واسه میگم و جایزه‌ای که برای همتون گذاشتم و میگم. بچه ها میتونید این لحظات رو خب بالا. بچه ها خبر اینه که 3 ماه این سیزن 6 و این همکاری با انیمه وجود داره و بعد از 3 ماه AK117 و CR Max دیگه حذف میشه. یه اکرار میاد و بازم یه AK117 یه متیک. حالا بچه ها بریم سراغ اولی شاتگانمون. بچه ها اینو بگیرید، این خیلی خوشگله، فوق‌العاده است بچه ها، یعنی از عظمته.
اینطوری مثل رگبار این گیم پلی این گانو مشاهده کردید که یه گان فوق‌العاده اینطوری میزنه. اگه بخواید هدشات بزنید اینطور نگاه وان شات. حالا این گان اولمون بود، حالا اینجا گان دوم یعنی وان کیو وار میاریم. باید وایسید بچه این لحظات رو میتونید رد کنید که من بمیرم و گان بعدی رو ببینم. بچه ها خبر بعدیمون اینه که تو بتل پس گاندام، یعنی همکاری با انیمه که انیمه گاندام هستش، با همکاری با انیمه گاندام شما گان دوم همکاری با انیمه گاندام 3 ماه حضور داره. اینو که گفتم تو بتل پسه انیمه گاندام یه گان لژندریه فوق‌العاده شد. واقعا اصلا نمیتونم حرفی بزنم در مورد، خیلی خفنه. یه جوری میتونید این وان شات کنید با اسلحه دیگه اصلا نمیتونید. ببین یه وان شات نگاه تموم اصلا بدون هیچ درد سر وان شات میکنه مثل چی دیدید؟ گان PDY57 هستش، میتونید این لحظات رو رد کنید تا من بمیرم و گان بعدی اگه نیاز شد میریم تو 2 تا 3 تا دست که با هم باشیم. حالا جایزه چیه؟ اول ویدیو گفتم بچه بمونید جایزه داریم. حالا جایزه ما چیه؟ این ویدیو رو لایک کنید، زنگوله رو فعال کنید و اگه شما بتونید 3 تا کامنت خالی بذارید 2 میلیون تومن به اونی که این 3 تا کامنت خالی رو بذاره میدم، فقط به 1 نفر. حالا فقط به 1 نفر بینشون قرعه کشی میشه و انتخاب میشن. حالا کی قرعه کشی؟ این روز دوشنبه و این ویدیو رو آپلود کردیم. این ویدیو به احتمال زیاد روز پنجشنبه اعلام میکنم و شما روزای یکشنبه، دوشنبه، شنبه، دوشنبه، چهارشنبه ویدیو داریم و روزای پنجشنبه و روزای پنجشنبه لایو و اونایی که یه برام خورده کش رو اعلام میکنم. این گان 4 این طوری وان شات میکنه اصلا عظمت گان 4 یه چیز دیگه است بچه. هر کسی که لایک کنه زنگوله بزنه 3 تا کامنت خالی بزنه، اگه پیجمو فالو نداشته باشه 2 میلیون تومن رو نمیزنم و هر کسی که میتونم یا 8K CP
بهش بدم دیگه به دست اون کسی که برنده میشه هست و حتما به خاطر اینکه شانستون بیشتر بشه، به دلیل اینکه شانستون بیشتر بشه کارا رو بکنید و هر چقدر کامنت بیشتر بذارید، کامنت خالی بیشتری بذارید شانستون میره بالا. حالا ببینم داداش من تا الان با من بودن یا نه. هر کسی که با من بود یه جایزه دیگه هم داره. حالا جایزش چیه؟ هر کسی که تو ویدیوی بعد این جایزه رو میدم، چون هنوز گان بعدیمون گان دینگو هست. هر این گانه براش انتخاب کردم. خیلی خفنه، عالی، زیبا، خوشرنگ، قدرتی میزنه، ورشد میکنه، چیه نمیاد. حالا بچه ها دیگه ببینید و بچه ها هر کسی با من بوده تا الان یه قلب نارنجی تو کامنت ها پر کنید به عشق داداشتون آریو، پر کنید. میبینید که دست فقط وا یه جوری گل شد میکنه. اصلا عظمت این گل بعدی ایکی 115 که خیلی طرف بده. یعنی که گانه قدیمی کال آف دیوتی هست که اینطوری کرد. حالا بریم تا میریم بدونه سریع خب موضوع چیش ایکی 117 مون اینه. صدای فوق‌العاده، گان قدیمی، قدرتی و هر اچنمنت خودی من نمیدونم امروز چرا به زمونم نمیدونم. خودتون دیگه حالی شدید. با قدرتی عالی هست چون بچه حتما هر کدوم از اینا که خواستی بذارید رو اکانتتون. و بچه ها شما تو این ویدیو میتونید نظر بدید که ویدیو بعدی چی باشه و جایزش چقدر باشه. فقط از دونیتونم به بالا نمیتونید پایین بگید یا دونیتونم نمیتونید بگید 1 500 500 200 دیگه هر جوری که خودتون صلاح دید. حتما این 3 کارو بکنید. همین حالا زنگوله رو فعال کنید که شانستون بیشتر بشه و دیگه همین دیگه حرفی ندارم. و بچه ها این هم از که 117 مون که مشاهده کردید. گانه بعدی EM2 هست که گانه فوق‌العاده ای هست، گانه عظمتی هست، میتونه وان شات و هد شات خوبی ببره. خدایی باشه این کمپرا چیه؟ EM2 گانه فوق‌العاده ای، عشق داداشتون آریو. خیلی کم برم بابا، بعدم از کمپر خیلی میاد بچه یادمشون میاد از کمپر یه قلب 2 تا قلب نارنجی بزنم. اینم از جانشات. این خیلی خفنه با راحت وانشات میکنه.
Hostile hunter killer drone. اینطوری وان شد میکنیم اومدیم گان بعدی کریگ 6 هست دیگه اونم پر طرفدار کال آف دیوتی موبایل اینطوری وان شدم میکنیم و گان بعدی گان ASM10 هستش بابا این اسنایپ خب چیکار کنیم باید نشون بدم گیم پلیش Be advised, hostile predator missile inbound. We're failing this. اینطوری گان شده گانه که دیدی لازم مشاهده کردی گان بعدی QQ9 هستش یکی از گانهای قدیمی و خفن کالا که من میگم و پیشنهاد میشه که این گانو حتما روی بذارید ببینیم یه QQ9 توی بازی میکنه حالا من ضربات میزنم چون باید فقط گیمپلی یا با گیمپلیش رو ببینید اینطوری میزنه دیدید گانه بعدی گانه AK47 هست که من لژندش آوردم اینطوری راحت هدشات وان شد میکنه کنه و آخر اسنایپ LS آره نه LY3 اینم از اسنایپ آخرمون که من میگم حتما این اسنایپ رو بگیرید گیمپلی اینو نتونستم اما دیگه خودتون مشاهده میکنید بچه ها حتما کامنت 3 تا کامنت خالی اگه بتون بذارید لایک کنید زنگوله رو بزنید پیج من همراه داشته باشید برای 2 میلیون تومن یا 8K CP که پنجشنبه قربشون میکنم بین کسایی که این کارا رو میکنن فکر نکنم کسی بتونه که خالی بذاره دیگه ولی یه حمایت کنید اینا من بچه ها تو کامنتو بگید چقدر شو این من 40 تاشو رفتم 40 تا دیگه این گاندتون این یه هر امونی که خواستی دیگه یعنی 8 تا یکی زنی اینجا 8 تا میزنی این تیرش تموم شد اون میزنی این تیرش تموم شد و بچه این کار رو بکنید با اجازه درود خدا حافظ